حمید 38 سالش بود و تازگی‌ها با دختری به اسم سپیده تو محل خودشون آشنا شده بود. حمید تو مدت کوتاه دوستی یه دل نه 100 دل عاشق سپیده شده بود و یه روز به خانواده‌اش گفت من از دختری خوشم آمده و برید برای من خواستگاری. و ماجرا از جایی شروع شد که خانواده حمید با ازدواج اون و سپیده مخالفت کردن. حمید از این قضیه به شدت ناراحت شد و یه روز به حالت قهر خونه رو ترک کرد و اون بار آخرین باری بود که مادر و پدر حمید اونو زنده ملاقات میکردن، چون پلیس بعد از گذشت چند روز جنازه حمید رو توی بیابونای اطراف دماوند پیدا کرد. پاییز 1401 بود. مرد میانسالی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ رفت و 2000 رو به کارگاه گفت که پسرم حمید 38 سالشه، تا الانم ازدواج نکرده، چند وقت پیش با یه دختری به اسم سپیده تو محل خودمون ظفر آشنا و به اون علاقه‌مند شد. با وجود اینکه حمید کم سن و سال نبود، اما معمولاً هیچ وقت اهل عشق و عاشقی نبود و بیشتر پسر خونه و خونواده بود. اما یه مدتی بود عشق سپیده خواب و خوراک رو از حمید گرفته بود و خلاصه زندگی حمید شده بود فقط سپیده. زمانه کوتاهی هم که تو خونه بود تلفنی با هم حرف می زدن یا مداوم چت می کردن. من و مادرش اول خوشحال شدیم که بالاخره این بچه از یه دختری خوشش اومده و میخواد سر و سامون بگیره و طبق عادت خانوادگی رفتیم واسه تحقیقات محلی از دختره و خانوادش. اما بعد از تحقیقاتی که درباره سپیده انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اون و حمید مناسب زندگی با همدیگه نیستن و با درخواست پسرم برای ازدواج با سپیده مخالفت کردیم و همین موضوع باعث شد حمید با ما به اختلاف بیفته. اون هر روز با من و مادرش جر و بحث میکرد و میگفت شماها با این رفتارهای خودخواهانتون باعث شدید من تا حالا سر و سامون نگیرم. ولی ما فقط خوبی اونو میخواستیم و توی تمام این سالها نتونستیم کسی رو در شأن خانوادمون برای حمید پیدا کنیم. هر کسی هم که میومد سراغ حمید مطمئن بودیم به خاطر پول و وضعیت خانوادگی حمید میاد سمتش و اجازه نمیدادیم حمید باهاش ارتباط بگیره. حمید هم هیچ وقت سر هیچ کس انقدر اصرار نکرده بود و همیشه به حرف من و مادرش گوش میداد. ولی این بار قضیه با هر دفعه فرق داشت. اون اصرار شدیدی داشت که من هر جوریه باید با سپیده ازدواج کنم و یه روز بعد از جر و بحث با من و مادرش با عصبانیت از خونه خارج شد و تا الانم به خونه برنگشته. بعد از اون ما دیگه هیچ اطلاعی از حمید نداریم و تو این یکی دو روزم گوشی تلفن همراهش خاموشه. اما حالا بریم به اواخر بهمن ماه سال 1401 که یه مرد روستایی اهل دماوند در حالی که مشغول کار بود با یه جسد سوخته در اطراف روستاشون روبرو میشه که خیلی فوری موضوع رو به فوریت‌های پلیسی اعلام میکنه. با انتقال جسد به پزشک قانونی و بررسی هویت جسد و انجام آزمایش DNA اعلام شد که جسد کشف شده در شهرستان دماوند متعلق به پسر 38 ساله‌ای به نام حمیده که با توجه به شواهد و قرائن به دست اومده از صحنه و احراز وقوع جنایت پرونده با موضوع قتل به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارگاه‌ها مشغول بررسی و تحقیق در خصوص پرونده قتل حمید شدند و به صورت موازی تحقیقات رو به سمت سپیده و خانوادش برده بودند که مطلع شدن سپیده هم همزمان با مفقود شدن حمید از خونه و سپیده هم از خونه همون زمان رفته بود و دیگه به خونه بر نگشته بود، به وضع اینکه این خبر رو از سمت پلیس شنیده بود. مادر و پدر حمید تا قبل از کشف جنازه فکر میکردن که به دلیل مخالفتشون با ازدواج حمید و سپیده قطعا این دوتا با هم فرار کردن تا خانواده هاشون رو در مقابل کار انجام شده قرار بدن. با استناد به گزارشی که در پرونده موجوده، پدر حمید شبانه روز تو کلانتری بوده و میگفته تا تکلیف پسرم روشن نشه من نمیرم خونه.
تو گزارش نوشته بود پدر حمید راه میرفت و به پسرش فحش و فضیحت میداد که پسر نادون، متوجه نیستی که ما خیر و صلاح تو میخوایم؟ خوبه ازدواج بکنی فردا با یه بچه مجبور بشی طلاق بگیری و 1000 تا مهریه و کوفت و زهرمار بخوای بدی و دست از پا دراز برگردی خونه؟ انگار ما دشمنشیم. همینمون مونده هر چی داریم و نداریم بدیم بره تو جیب دختر مردم. من نمیدونم آخه این دختره چی داره. حتما جادو جنبل کرده پسر ما رو. وگرنه که من هیچ نقطه مثبتی توی این دختر نمیبینم که هیچ. تازه کلی هم ایراد و نقص داره، هم خودش هم خونوادش. پسره احمق نمیفهمه که اینا وصله ناجورن. والا من که روم نمیشه به فک و فامیل بگم بعد این همه سال پسرم زن گرفته، اونم اینجور زنی با یه همچین خونواده‌ای. بر اساس تجربیات فراوون این مدلی بین جوونا که معمولا وقتی با مخالفت خونواده در موضوع ازدواج روبرو میشن با دوست دخترشون یا دوست پسرشون فرار میکنن. روزای اول این فرضیه حتی بین کارگاهان هم قوت گرفته بود که حتما این دوتا جوون با هم فرار کردن و چند روز بعد صداش در میاد. اما با کشف جسد حمید این فرضیه صحت خودشو از دست داد و خانواده حمید با وجود تمام غرور و خود بزرگبینی که داشتن حالا از رفتارشون با پسرشون پشیمون شده بودن و مدام مسئولیت ماجرا رو مینداختن گردن همدیگه. حالا معلوم نبود که آیا حمید و سپیده با هم فرار کردن و بعد دعواشون شده و مثلا سپیده حمید رو سر به نیست کرده یا پای شخص سومی تو ارتکاب این جرم به ماجرا کشیده شده و اون شخص سوم حمید رو خلاص کرده و شاید هم اصلا حمید و سپیده با هم فرار نکردن و بین این دوتا جوون داستان طور دیگه ای رقم خورده. با توجه به شواهد و قرائن به دست اومده حالا بررسی فرضیه مشارکت سپیده در ارتکاب جنایت در دستور کارگاهان قرار گرفت و با انجام تحقیقات متوجه شدند که سپیده از مدتی قبل با پسر جوونی به نام نیما 28 ساله تو همون منطقه ظفر آشنا شده و با هم رابطه دارن. مامورا به سرعت به منزل نیما رفتن تا تحقیقاتشون رو تکمیل کنن که با مراجعت به منزل نیما مشخص شد نیما همزمان با ناپدید شدن سپیده محل سکونتش رو ترک کرده و خانواده‌اش هم هیچ خبری ازش ندارن. ناگفته نمونه که توی این تحقیقات دوست صمیمی سپیده به نام طناز به مامورا کمک کرد و ماجرای رابطه نیما و سپیده رو به اونا گفت. طناز به پلیس گفت تا جایی که من میدونم نیما و سپیده تازه با هم آشنا شدن و بیشتر از 2-3 بار با هم قرار نذاشتن. اصلا هیچ شناختی هم از هم ندارن. من نمیدونم چرا به این زودی و هیچی نشده تصمیم گرفتن ازدواج کنن و حرف ازدواج رو پیش کشیدن. من حتی به سپیده گفتم نکنه برای اینکه دل حمیدو بسوزونی تصمیم گرفتی با نیما دوست بشی و حرف ازدواج پیش آوردی و اونم به این زودی. آخه کدوم آدم عاقلی 2 روز نشده میگه میخوام با پسری که ندیده و نشناخته است ازدواج کنم. اما سپیده گوشش بدهکار نبود و میگفت حمید که عرضه نداشت از پس خانوادش بر بیاد، ولی نیما بچه با عرضه ایه و میتونه پای تصمیمایی که میگیره و حرفایی که میزنه وایسه. من حالم از پسرای بچه ننه و پسرایی که چسبیدن به خانوادهشون و منتظرن اونا براشون تصمیم بگیرن به هم میخوره. حالا صبر کن، وقتی آقا حمیدو دعوت کردم عروسی اون وقت میفهمه چه دختری رو از دست داده. اون باید تا عمر داره بشینه ور دل ننه باباش و زندگی کنه. از حمید آدم مستقل واسه زندگی در نمیاد. شرایط ناگواری بود. یه جوون که به قتل رسیده و 2 تا جوون دیگه که معلوم نیست کجان و اصلا زنده هستن یا نه. خانواده حمید که از غصه و ناراحتی یکی یکی منتقل می شدن به اورژانس بیمارستان. خانواده های نیما و سپیده هم به شدت نگران بودند و از طرف پلیس هم تمام خطوط تلفن و راههای ورودی به منازلشون تحت مراقبت بود. تمام دوستای نیما و سپیده هم برای همکاری با پلیس آماده باش بودن تا اینکه بالاخره
نیما با یکی از دوستاش تماس میگیره و ازش میخواد که اطراف تهران براش یه خونه اجاره کنه و یکم پول براش بفرسته. دوست نیما که اسمش حسام بود با هماهنگی پلیس به اسلام شهر میره و یه خونه برای نیما اجاره میکنه. اما هنوز نمیدونستن که نیما تنهاست یا سپیدم همراهشه. حسام و پلیس باید صبر میکردن تا خود نیما تماس بگیره، چون نیما ظاهرا هر دفعه با یه شماره تلفن تماس میگرفته و وقتی بعدش پلیس با اون شماره تماس میگرفته میفهمیده که تلفن یه شخص عبوری توی خیابون بوده که نیما ازش درخواست کرده چند دقیقه از تلفنش استفاده کنه و تماس بگیره. و تنها کمکی که این تلفن به پلیس کرد این بود که پلیس میفهمید نیما شمال کشور و تو استان مازندرانه. فردای اون روز نیما دوباره خودش با حسام تماس میگیره و حسام آدرس خونه اجاره اسلام شهر رو به نیما میده و میگه خودمم میام پیشت. اما نیما میگه خطرناکه و ممکنه یه وقت دوستای ما تحت تعقیب باشن. حسام به نیما میگه مگه چند نفرین؟ و نیما میگه کسی نیست، فقط من و سپیده. با این حساب مشخص شد که نیما و سپیده با همن و مهمتر از همه این که زنده. پس احتمالاً با همکاری همدیگه سر حمیدو زیر آب کردن که البته هنوز معلوم نیست ماجرا از چه قراره. نیما و سپیده با کمک حسام به اسلام شهر و تو خونه مستقر میشن و در همین حین مامورا به مخفیگاه اونا در اسلام شهر میرن و ضمن هماهنگی با مقام قضایی هر دو نفر اونها یعنی نیما و سپیده رو دستگیر و جهت تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل میکنن. سپیده تو همون اعترافات اولیه به مشارکت در قتل حمید و ارتکاب جنایت به وسیله نیما اعتراف میکنه و به مامورا میگه من و حمید تو محله ظفر زندگی میکردیم و همونجا با هم آشنا شدیم. حمید پسر نسبتاً پولدار و خود خوشقیافه‌ای بود. هر روز میومد باشگاه و خلاصه خیلی هم به سر و وضعش میرسید. منم هر روز به همون باشگاه میرفتم. تایمی که ورزش حمید تموم میشد زمان ورزش خانوما بود و من معمولا تو کوچه اون رو میدیدم. خیلی ازش خوشم میومد و با خودم میگفتم خوش به حال دوست دختر این پسره. یه روز وقتی از کوچه باشگاه پیچیدم تو دیدم حمید داره دم در باشگاه قدم میزنه. تا منو دید جلو اومد و گفت سلام، میتونم باهاتون آشنا بشم؟ باور نمیکردم همون پسری که آرزوشو داشتم و مدتی بود رفته بود تو مخم بیا جلو و پیشنهاد آشنایی بهم بده. گفتم پسر به این خوشتیپی تا حالا رو زمین مونده مگه؟ و هر دوتایی خندیدیم و حمید گفت حالا که میبینی رو زمین مونده اگه دوست داری میتونی از زمین جمعش کنی و این شد شروع آشنایی ما با هم. همون روز حمید گفت تا تو بری باشگاه و برگردی منم میرم خونه لباسمو عوض میکنم و میام دنبالت اگه برنامه نداری بریم بیرون. از باشگاه اومدم بیرون و دیدم اوه چه تیپ خفنی زده، چقدر خوش تیپ تر از همیشه شده بود. گفتم تو با این تیپ و قیافه من با لباس باشگاه زشته که. گفت تو خودت همینجوری خوشگلی و لازم نداری به زور لباس خودتو خوش تیپ نشون بدی. رفتیم بیرون ناهار خوردیم و کلی حرف زدیم و تا حدودای تاریک شدن هوا بیرون بودیم. بعدش هم برگشتیم و حمید منو برد دم خونمون پیاده کرد. چه لحظه هایی بود، چه روزایی بود. من فکر میکردم دارم خواب میبینم. من و حمید خیلی زود به هم دل بسته شدیم. اصلا یه ساعت هم طاقت دوری همدیگر رو نداشتیم. همه محل حال ما رو فهمیده بودن. آخه مغازه های محله همشون دوستای حمید بودن. هر جا میرفتیم مثلا کاری داشتیم یا خریدی بکنیم به همه میگفت خانومم و منو همه جا همسرش معرفی میکرد. اصلا همه فکر میکردن ما نامزدیم. به همه دوستاش میگفت چند ماه دیگه آماده باشید عروسی دعوتیم. میخواستیم عروسیمون رو تو باغ بگیریم و خلاصه کلی براش نقشه و برنامه چیده بودیم. تصمیم به ازدواجمون روز به روز محکمتر و قطعی تر میشد تا اینکه یه روز حمید گفت به خانوادت بگو آماده باشن ما همین روزا میایم خواستگاری. باورم نمیشد، انگار خواب میدیدم. هی چک میزدم در گوش خودم که نکنه خوابم و این چیزا واقعی نیست. من به خانواده خودم گفتم و اونا بعد از یکم پرسجو از حمید و خانواده‌اش راضی شدن و مخالفتی نکردن. فقط
پدرم گفت پسری که کار و بار مستقل نداره و هنوزم توی این سن و سال تکیهش به پدرشه شاید تو زندگی زناشویی دچار مشکل بشه و من تو دلم به حرفاش میخندیدم که اینا چقدر هنوز قدیمی فکر میکنن. غافل از این که همون شب حمیدم ماجرا رو با خانوادش در میون میذاره و اونا میگن باید تحقیق کنیم ببینیم در سطح خانواده ما هستن یا نه. خلاصه چند روزی حمید تو خودش بود و من اینو میدیدم، اما هرچی ازش میپرسیدم چته چی شده حرفی نمیزد و میگفت نگرانم که یه وقت مادر و پدرم راضی به ازدواج ما نشن. خلاصه بعد از چند روز تحقیق خانواده حمید بهش اعلام میکنن که اینا به درد ما نمیخورن و به هیچ وجه امکان ازدواج شما دوتا وجود نداره. وقتی حمید به همینو گفت انگار دنیا رو سرم خراب شد. حمید خودش خیلی عصبانی بود و مدام پشت سر مادر و پدرش و خانواده‌اش ناسزا میگفت. با وجود اینکه خانواده حمید منو قبول نکرده بودن و با ازدواج ما مخالفت کرده بودن، ولی ما مثل برنامه همیشگیمون هر روز هم دیگه رو میدیدیم. حمید میگفت چیزی بین ما عوض نشده. مگه با حرف اونا من تو رو ول میکنم؟ همه محل منتظر عروسی ما هستن. رفیقام لباساشون هم خریدن. بعد از اینکه خانواده حمید در جریان دوستی من و حمید قرار گرفته بودن دیگه راحتمون نمیذاشتن و مادر و پدر حمید به بهونه‌های مختلف و هر دقیقه به گوشی اون زنگ میزدن که کجایی، بیا مهمون داریم، بیا بریم خرید، و من میفهمیدم که اونا میدونن من و حمید صبح تا شب با همیم و میخوان پسرشون رو از من دور کنن. هرچی به حمید میگفتم خانوادت نگرانن، الانم ماجرا رو میدونن و نمیذارن ما راحت مثل سابق کنار هم باشیم. پیشنهاد میدادم بهش که بیا از هم جدا شیم، رابطه ما به جایی نمیرسه، ولی حمید قبول نمیکرد و عصبانی میشد و شروع میکرد به داد و بیداد کردن که مگه قرار پدر و مادرم برای من زندگی کنن و برای زندگی من تصمیم بگیرن. اون پشیمون بود از اینکه ماجرا رو به خانواده‌اش گفته بود. میگفت با گفتن به اونا روزگار خوبمون خراب شده. کاش همینجوری دوست میموندیم، بی خبر اونا. لااقل از کنار هم بودن لذت میبردیم و کسی هم نمیدونست که بخواد اینجوری دخالت کنه و روزگارمون رو سیاه کنه. حمید نه از من دل میکند، نمیتونست از پس خونوادش بر بیاد، چون با اونا زندگی میکرد و کلا تمام هزینه هاشو اونا میدادن. به همین خاطر نمیتونست محکم جلوشون وایسه و بگه من این دختر رو میخوام. این روزای آخر میگفت میخوام شغلم و از پدرم جدا کنم، خونه و زندگیم هم از خانوادم جدا کنم، بیام دست تو رو بگیرم و برم سر زندگی من. ولی با توجه به خصوصیات و شخصیت حمید احتمال همچین چیزی بعید بود. حمید تا این سن و سال نتونسته بود مستقل بشه، نه به لحاظ مالی و نه به لحاظ خونه و زندگی. بنابراین به نظرم بعید بود که بتونه این کار رو انجام بده و راستش منم نمیخواستم با وعده و وعیدهای حمید سر کار برم و بقیه موقعیت‌های زندگیمو از دست بدم. کلی با حمید حرف زدیم و بهش گفتم بیخیال داستان شو، ما قسمت همدیگه نیستیم. من دلم نمیخواد از همین شروع زندگی با خانوادت قهر کنی. بالاخره خانوادتن، نمیشه که باشون قطع رابطه کردم. من اصلا دوست ندارم با پسری ازدواج کنم که به خاطر من با پدر مادرش قطع رابطه کرده. اما حمید هیچ جوره زیر بار نمیرفت و این گذشته هر روز میومد در خونه ما وای میستاد و مرتب تلفن میکرد و پیام میداد. انگار نه انگار که بهش گفتم میخوام ازت جدا شم. اصلا انگار نمیشنید من چی میگم. یه مدت کوتاه هم بهش وقت دادم، اما زمانی که به این اطمینان رسیدم که آشنایی من و حمید به ازدواج نمیرسه، تصمیم گرفتم تا زندگی خودم رو ازش جدا کنم. اینم بگم اصل ماجرای خانواده حمید تو موافق نبودن با ازدواج ما این بود که مادر و پدر حمید خیلی مذهبی بودن. باباش از این بازاریای قدیمی و مذهبی بود، مادرش هم یه کانون قرآن تو همون محل داشت که کارهای دینی و کلاسای دینی برگزار میکرد و خودش هم معلم قرآن و احکام بود. اما من یه دختر بی حجاب بودم که از نظر اونا دختر بدی محسوب می شدم.
خانواده‌ام هم اهل دین و مذهب نبودن و اصلا با اینجور چیزا و اینجور مسائل زاویه داشتن. خانواده حمید دنبال یه دختر از خانواده پولدار و مذهبی بودن که دختره و خانواده‌اش چادری و با حجاب و اهل نماز و روزه و قرآن خوندن باشن. نه منی که نه خودم و نه خانوادم اصلا هیچ قرابتی با این چیزا نداشتیم. خیلی دلم شکسته بود. فکر حمید از سرم بیرون نمیرفت. اون که میدونست خانواده‌اش تو چه فازی هستن نباید منو وارد این بازی میکرد. تو همین وضعیت بود که از طریق اینستاگرام با نیما آشنا شدم و بعد مدت کوتاهی با هم قرار ملاقات گذاشتیم. همون روزای اول آشناییمون با نیما بود که حمید متوجه ارتباط من با نیما شد و همین موضوع باعث شد خیلی عصبانی بشه. یه شب حمید با عصبانیت اومد در خونمون و هرچی از دهنش در می اومد به من گفت. اون کلی به من تهمتای ناروا زد و گفت معلوم نیست چند وقت با این پسر تو رابطه ای. پس بگو چرا من از چشت افتادم و جواب منو سر بالا میدی. منم عصبانی شدم و هرچی از دهنم در می اومد بهش گفتم من اصلا دلم نمیخواد تو پسر بی ارزه‌ای مثل تو که تا این سن و سال پیش پدر و مادرش و اجازش دست اوناست ازدواج کنم. برو دست از سر من بردار. تو که میدونستی خانوادت چجور دختری رو واسه تو در نظر داره، بی خود کردی با من دوست شدی و همه جا منو به عنوان زن تو نامزدت معرفی کردی. اونم تویی که وابسته مادر و پدرتی و بدون اجازه اونا جرئت نداری آب بخوری. خیلی بهش برخورد و گفت حرف مفت نزن و کار خودتو توجیه نکن. من هر جوریه باید این پسر رو سر جاش بنشونم. معلوم نیست از کجا سر کلش پیدا شده و خودش قاطی رابطه ما کرده. خلاصه اون شب با هم جر و بحث شدیدی کردیم و حمید گفت من هر جوریه باید با این پسر حرف بزنم تا حالیش کنم که باید ارتباطشو با تو قطع کنه و اینجوری شد که حمید و نیما با هم قرار ملاقات گذاشتن. نیما یه پراید داشت. روز حادثه 3 نفری سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت جاده های دماوند. هر 3 نفر ما توی ماشین نشسته بودیم و داشتیم صحبت میکردیم. حمید هر طوری بود میخواست نیما رو متقاعد کنه که باید از این رابطه بره بیرون و نیما به حالت تمسخر مدام به حمید متلک میگفت حمید آقا من اجازم دست خودمه نه خونوادم. شما بفرما اول مادر و پدرتو فک و فامیلتو راضی کن بعد ادای عاشقا رو در بیار. نیما و حمید در حال یکی به دو کردن بودن که یهو بحث بالا گرفت و یه دفعه نیما با چاقویی که تو ماشینش بود چند تا ضربه محکم به بخشای مختلف بدن حمید زد و اونو به قتل رسوند. من خیلی ترسیده بودم. دست و پامو گم کرده بودم و گریه میکردم. اصلا به تنها چیزی که فکر نمیکردم این اتفاق بود. نیما گفت نترس. الان میبریم و گم و گورش میکنیم و واسه همیشه از شرش خلاص میشیم. جسد رو با ماشین نیما به بیابونای اطراف دماوند بردیم و برای از بین بردن آثار جنایت روش بنزین ریختیم و آتیشش زدیم. و بعد از آتیش زدن برگشتیم تهران و تصمیم گرفتیم خانواده هامون رو ترک کنیم و یه مدت گم و گور بشیم. اول رفتیم شمال و یه مدت توی ویلای اجاره‌ای مخفی شدیم. بعد یه مدت کوتاه به سمت مرزهای شمال غرب کشور رفتیم و تصمیم داشتیم به صورت غیرقانونی از کشور خارج بشیم و بریم ترکیه. اما همون موقع زلزله شدید تو ترکیه اتفاق افتاد و اینجوری شد که ما از رفتن به ترکیه منصرف شدیم و برگشتیم و نهایتاً با کمک یکی از دوستان نیما یه خونه تو اسلامشهر اجاره کردیم و اونجا مخفی شدیم تا اینکه همونجا به وسیله پلیس دستگیر شدیم. بعد از دستگیری نیما و سپیده پلیس از نیما بازجویی میکنه و اونم در اعترافات مشابه اظهارات سپیده رو تایید میکنه و مهمان امروز من تو اتاق مشاوره نیماست. وقتی با نیما حرف میزدم فقط 10 روز به اعدامش باقی مونده بود. خانواده‌اش هرچی تلاش کرده بودن نتونسته بودن از خانواده حمید رضایت بگیرن و نیما در آستانه مرگ بود و به قول خودش از اضطراب و ترس تو این 2 هفته اخیر 20 کیلو وزن کم کرده بود. به نیما گفتم هرچی پرونده رو میخونم نمیتونم دلیل کارتو لااقل برای خودم توجیه کنم. آخه که چی؟ مگه حمید چی گفت؟ یا چه درخواستی ازت کرد که زدی کشتیش؟ نیما گفت
راستش من تازه با سپیده آشنا شده بودم. نمیدونم چی شد که تو همون مدت کوتاه علاقه شدیدی به سپیده پیدا کردم و هیچ جور حاضر نبودم سپیده رو از دست بدم. اما حمید این وسط بود و خیلی باعث اذیت و آزار ما میشد. اون به هیچ وجه حاضر نمیشد قبول کنه که رابطش با سپیده تموم شده و سپیده حاضر به ازدواج و رابطه با اون نیست، چون سپیده اصلا دلش نمیخواست وارد خانواده مذهبی حمید بشه. با توجه به اینکه حمیدم پسر مستقلی نبود و قطعا اگرم سپیده عروس خانواده اونا میشد، میگفت زیر دست آموزش‌های مادر پدر حمید یه روزی بالاخره مجبورش میکنن چادری بشه و این حرفا. حمیدم که جرأت نداشت رو حرف اونا حرف بزنه، اما با این وجود و با انواع راه‌ها و ترفندا میخواست سپیده رو راضی به ادامه رابطه کنه. تو روز حادثه یه جوری با من حرف میزد انگار من سپیده رو به زور اسیر کردم و اون اومده با جوانمردی سپیده رو از دست من نجات بده. یه حالت فردی اینطوری به خودش گرفته بود، انگار من سپیده رو دزدیدم. بعدم شروع کرد به تعریف از رابطه خصوصی خودش با سپیده که اصلا برام قابل تحمل نبود. اون همچین از جزئیات معاشقه با سپیده میگفت که اون روی منو بالا آورد. اون میگفت چطوری میتونی با دختری که یکی دیگه باهاش معاشقه کرده رابطه بگیری؟ منم بهش گفتم این طرز فکر مذهبی خانوادته که این چیزها رو تو مخ تو کرده. از نظر من هیچ اشکالی نداره. بعدم مرتب به سپیده میگفت به این پسره بگو که داری بازیش میدی و به خاطر زجر دادن من باش دوست شدی. بهش بگو که هیچ علاقه‌ای بهش نداری. بچه مردم رو علاف نکن، بذار بره دنبال زندگیش. خلاصه انقدر رو مخ من رفت تا من به اون حال عجیب عصبانیت رسیدم و یه دفعه نفهمیدم و کنترلم رو از دست دادم و از بین بردمش. به نیما گفتم تو چرا چاقو همراهت بود اصلا؟ نیما گفت من از نوجوانی عادت داشتم همیشه زیر صندلی ماشینم یه چاقو بذارم که اگه یه وقت جوری شد بتونم از خودم دفاع کنم و خالی و بی‌وسیله نباشم. بهش گفتم این حرفایی که زدی به نظر دلیل کشتن یه آدم دیگه میشه؟ نیما گفت تو نمیفهمی وقتی یه دختری رو دوست داری بعد یکی دیگه میاد از رابطه جنسی و معاشقه باهاش میگه که تو رو کفری کنه و مثلا خودشو به رخت بکشه، چقدر وضعیت بد میشه. همه پسرا همینن. حمید همش میرفت رو مخ که من با سپیده فلان کارو کردم، بسان کارو کردم، اینجوری بودیم، اونجوری بودیم. کدوم پسریه که بتونه این حرفا رو تحمل کنه؟ اون واقعا یه پسر عقده‌ای و زننده‌ای بود که درباره یه دختر اینجوری حرف میزد و به دختر جماعت مثل یه جنس نگاه میکرد. نیما مدام تأکید میکرد که اگه حمید درباره رابطه جنسیش با سپیده حرف نمیزد و با حرفاش رو مخ من راه نمیرفت، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. آخه آدم‌ها چرا باید یه کاری کنن که طرف مقابل کارش به جنون برسه؟ خب منم نتونستم خودم رو کنترل کنم. رو سپیده بعد جور غیرت داشتم، دست خودم نبود. یه لحظه خون به مغزم نرسید و با چاقو زدمش. اینجوری بهتون بگم که نیما خیلی اوضاع بدی داشت و به نظرم اومد که اصلا تا پای اعدام نرسه و از ترس و اضطراب و غذا نخوردن قبل موعد اعدام خودش طبیعی فوت کنه. بعد از چند وقت از بچه‌های زندان درباره نیما پرسیدم که فلانی اعدام شد، رضایت گرفت، چی شد؟ و گفتن که تا زمان اعدامش یه پوست و استخون شده بود و حتی نمیتونست رو پاهاش راه بره. نیما از زندگی شخصیش چیز زیادی به هم نگفت و بیشتر درباره یه روز قتل با هم صحبت کرد، اما من خودم از تو پروندهش خوندم که توی 10 سالگی بر اثر یه تصادف مادر و پدرش رو از دست داده بود و از همون زمان با مادر بزرگش زندگی میکرد. امیدوارم روح همه رفتگان از جمله حمید، نیما در آرامش باشه و تو دنیای بعدی با آگاهی بیشتری مسیر خودشون رو طی کنن و امیدوارم که روایت امروز ما درس عبرتی باشه برای هممون.